سلام، من اومدم با یه ویدیوی دیگه که انواع داده ها رو توی پایتون بررسی کنیم. شاید براتون جای تعجب داشته باشه که امروز به جای این که با صفحه‌ای برای کدنویسی مواجه بشیم، با یک تصویر شبیه تصویر روبرو مواجه شدیم. بله، میخوام یه مقدمه چینی کنم و بعد برم سراغ بحثمون. به سوالای من پاسخ بدین تا در نهایت انواع داده ها برامون بیشتر و بهتر جا بیفته. به من بگین یک مرغ تو کدوم دسته‌بندی و نوع جانوران قرار میگیره؟ درسته، توی دسته‌بندی پرندگان. یک گربه چی؟ تو کدوم دسته‌بندی و نوع موجودات قرار میگیره؟ درسته، پستانداران. مار چی؟ دیگه واضحه دیگه، من نباید بگم. با حرفایی که زدم میتونیم به این نتیجه برسیم که هر حیوان یک نوعی داره، یک دسته‌بندی داره. حالا با هم بیاین عکس بعدی رو ببینیم. تو آشپزخونه شما حتما اینطوریه که هر چیزی جای خودش رو داره. مثلا برای میوه‌تون ظرف میوه دارین، برای مواد خشکتون یه ظرف دارین، برای نوشیدنی هاتون هم یه ظرف دارین. آیا به نظر شما میتونیم نوشابه رو بریزیم توی ظرف برنج؟ تو پایتون هم هر متغیر مثل یه ظرفه که یک نوع داده‌ای داره که این نوع داده‌ای معلوم میکنه که توی این متغیر یا ظرف چه چیزی میتونه باشه. واسه اینکه موضوع رو بهتر بفهمیم و درک کنیم، بیاین اینجا توی این عکس. فرض کنید که داخل یک کتابخونه هستید. یک کتابخونه هر کدوم از کتاباش یک شماره مخصوص به خودش رو داره که این شماره با اعداد مشخص میشن. این اعداد میتونن از نوع اعداد صحیح باشن. درسته؟ همینطور در کنارش هر کتابی یک اسم داره که این اسم با حروف و کاراکترها کنار هم قرار گرفته. همینطور هم برای بررسی این که یک کتابی موجود هست یا نه توی کتابخونه ما به 2 جواب بیشتر نمیرسیم، بله یا خیر. منظورم اینه که یک کتاب یا موجود هست یا موجود نیست. یعنی جواب این سوال بله یا خیره. آیا کتاب موجود است؟ بله، خیر. برای این سوال جواب دیگه‌ای نداریم، فقط 2 جواب داریم. خب بیاین و یک جدول درست کنید و برای این جدول یه تعدادی ستون بذارید. مثلا نام خانوادگی، سن، قد، معدل، حضور توی کلاس. حالا نام 5 تا از دوستاتون و اطلاعاتشون رو توی این جدول قرار بدید. حالا از خودتون سوال کنید که هر کدوم از این ستون‌ها از چه نوع داده‌ای پر شدن. در واقع بچه‌ها شما الان روبروتون یک جدولی دارید که با یک تعداد داده پر شده و هر کدوم از این ستون‌ها نوع داده‌ای مخصوص به خودشون رو دارن. برای مثال ستون نام خانوادگی نوع داده‌ایش از نوع حروف و کاراکترها یا اصطلاحاً رشته است. ستون سن از نوع داده‌ای اینت یا عدد صحیح پر شده، یا قد از نوع داده‌ای عدد صحیح پر شده و معدل با نوع داده‌ای اعشاری پر شده، یا حضور تو کلاس با نوع داده‌ای بولیان که فقط 2 مقدار ترو یا فالس داره پر شده. پس متوجه شدیم همونطور که توی زندگی واقعی هر چیزی دسته‌بندی و نوع خودشو داره، تو پایتون و دیگه زبون‌های برنامه‌نویسی هم هر داده‌ای نوع مخصوص به خودشو داره
برای اینکه صحبتایی که کردم رو توی پایتون ببینیم با من همراه باشید. توی پایتون برای اینکه نوع داده‌ای یک داده رو بررسی کنیم دستوری داریم به نام تایپ. برای مثال اگر من متغیر x رو تعریف کنم و مقدار 10 قرار بدم و بعد از اون تایپ متغیر x رو بگیرم، میتونم نوع داده اون رو تو خروجی ببینم. برای اینکه بتونم توی خروجی ببینم کافیه دستور پرینت رو قبل از دستور تایپ بذارم، یعنی در واقع دستور تایپ رو داخل دستور پرینت بذارم تا خروجی دستور تایپ پرینت بشه برام. حالا وقتی برنامه رو اجرا کنم میبینید که نوع داده‌ای متغیر x برای من اینت یا اینتجر یا عدد صحیح نوشته شده. یه مثال دیگر رو با هم بررسی کنیم. برای مثال یک متغیر به نام نیم تعریف میکنم و بعد از اون مقدار زهرا رو درونش قرار میدم. حالا این بار متغیر نیم رو تایپش رو برای خودم پرینت میکنم. میبینید که این بار تایپ متغیر نیم رو str یا رشته یا string چاپ کرد برام. متغیر دیگه تعریف میکنم به نام pi و مقدار 3/14 رو درونش قرار میدم و این بار دوباره برای اینکه نوع داده این متغیر رو ببینم تایپش رو پرینت میکنم و اجرا میگیرم. این بار مقدار فلاوت رو برام برگردون. فلاوت به معنی مقدار اعشاری. متغیر دیگه ای به نام is10 تعریف میکنم برای اینکه بررسی کنیم که اگر age بزرگتر از مساوی با 13 بود و یا کوچکتر از 19 بود برای ما بگه که این سن is teenager هست یا is teenager نیست. توجه کنید میگیم که age اگر بزرگتر و مساوی با 13 بود و age کوچکتر مساوی با 19 بود مقدارش رو اینجا برامون قرار بده، یعنی درست یا غلط بودنش رو بگه. age هم اینجا فرضاً 14 تعریف میکنیم. خب این قسمتی که اینجا نوشتم بعد از اینکه اجرا شد اگر age بین این بازه بود یعنی بزرگتر از 13 و کوچکتر از 19 بود مقدار ترو و اگر نبود مقدار فالس رو درونش قرار میده، چون اینجا یک عبارت شرطی ما نوشتیم. حالا برای اینکه باز نوع داده‌ای متغیر is10 رو بررسی کنیم من میام و اون رو چاپش میکنم. همینطور که میبینید نوع داده‌ای is10 رو برامون بولین چاپ کرد. تا اینجا دیدیم که توی پایتون هر متغیر یک نوع داده‌ای داره. برای مثال متغیر x که مقدار 10 درونش قرار گرفته بود int، متغیر name که کاراکترهای زهرا و رشته زهرا درونش قرار گرفته بود مقدار str یا رشته، pi که 3/14 درونش قرار گرفته بود فلاوت به معنی اعشاری و age که یک مقدار درست یا غلط جواب یک شرط درونش قرار گرفته بود از نوع بولین یا بول برای ما چاپ شد. شما توی این جلسه با 4 تا از انواع داده‌ای توی پایتون آشنا شدید. انشاءالله جلوتر با انواع دیگه‌ای هم آشنا میشید. اما تا اینجا این 4 تا نوع رو از من به یادگار داشته باشید. این بخش هم به پایان رسید. امیدوارم که براتون مفید باشه. حتما اگر ویدیو مفید بود براتون لایک کنید، کامنت بذارید و ما رو با انرژی که بهمون میدید حمایت کنید.